نام شاه سعید است، ارباب قریه نوادانک، ولسوالی پریان، ولایت پنجشیر. فضل خدا خیر خیریت آرامی هیچ گپی نیست. مردمان فضل خدا جای و جای در قریه و قصبات می ولسوالی پریان به شمول هم عموما دیگر ما هیچ واقعیت نداره. ما خیلی به 500 یک کیلومتری نزدیک به ولسوالی استیم. فضل خدا در اینجا نه کدام تهدید امنیتی بوده، نه کدام گپا وجود داشته. فضل خدا امنیت گپا هیچ دیگه ما کدام تشویش از نارامی و گپا نداریم. ولسوال صاحب ما بیخی میگیم که این زبان خودمان است. در فیصله‌اش دیگه ما اون صاحب ولسوالی دیگه کارمندا که هستن مجاهدینشان بسیار همکاری بسیار برخورد خوب و نیک با مردم. ما فضل خدا از ولسوال صاحب از معاونینش از مجاهدینه که در اینجا چه دارن از کلگیش دیگه خوش هستیم. به شمولی که ما بگیم ما اگرچه میش هستم در ولسوالی دیگه اربابام که میان به شمولی از اونا کلگی از اینا بیخی هر جایی که میشینیم صفت از اینا دیگه بسیار چیزی نیک میکنن. میتونی که در هر قریه و قصبات بری یعنی ببینی که از ولسوال صاحب دیگه چیزایش کارمند و مجاهدینش چقدر اظهار خوشی میکنن. این که ما بگیم شاید در دیگه جای هم بری از مردمان دیدن کنین.